دیدار قطعه گم شده با دایره کامل. شل سیلورستاین، نشر ثالث. قطعه گم شده تنها نشسته بود، منتظر کسی که بیاید و او را با خود به جایی ببرد. برخی جور بودند ولی نمیتوانستند قل بخورند. برخی میتوانستند قل بخورند ولی ناجور بودند. یکی جور شدن نمیدانست، یکی هیچ چیز نمیدانست. یکی زیادی ظریف بود، طلب. یکی روی پایه‌ای گذاشتش و رهایش کرد. برخی قطعه های زیادی گم کرده بودند. برخی زیادی قطعه داشتند، پر. یاد گرفت از دید گرسنه ها مخفی شود. باز هم بودند. برخی خیلی نزدیک بین بودند. برخی بی توجه قل می‌خوردند. سعی کرد جذابتر شود ولی بیفایده بود. سعی کرد جلب توجه کند. من اینجام. اما خجالتی ها را ترساند. سرانجام یکی از راه رسید که جور بود. اما ناگهان قطعه گم شده رشد کرد و رشد کرد و رشد کرد. من نمیدانستم تو رشد میکنی. قطعه گم شده گفت خودم هم نمیدانستم. میروم دنبال قطعه گم شده خودم که رشد نمی کنند. خداحافظ. و یک روز یکی آمد که مثل دیگران نبود. قطعه گم شده پرسید از من چه میخواهی؟ هیچ چیز. چه احتیاجی به من داری؟ هیچ. قطعه گم شده پرسید تو کی هستی؟ دایره بزرگ گفت من دایره کامل هستم. قطعه گم شده گفت فکر میکنم همانی باشه که مدت‌ها منتظرش بودم. شاید من قطعه گم شده تو باشم. دایره بزرگ گفت ولی من قطعه گم نکردم و جایی مناسب تو ندارم. قطعه گم شده گفت چه حیف، دلم میخواست با تو قل بخورم. دایره بزرگ گفت با من نمیتوانی، اما شاید به تنهایی بتوانی. تنهایی؟ یک قطعه گم شده نمیتواند به تنهایی قل بخورد. دایره بزرگ پرسید تا حالا سعی کرده ای؟ قطعه گم شده گفت اما من گوشه های تیزی دارم، برای قل خوردن مناسب نیستم. دایره بزرگ گفت گوشه ها سابیده می شوند و شکل ها عوض می شوند. به هر حال باید خداحافظی کنم. شاید دوباره همدیگر را دیدیم. و قل خورد و رفت. قطعه گم شده دوباره تنها شد. مدتی طولانی همانجا نشست. بعد آهسته خودش را بالا کشید. طلب. دوباره بلند شد، خودش را بالا کشید و باز افتاد. شروع کرد به پیش رفتن و زود گوشه هایش شروع کرد به ساییده شدن. بلند شد، افتاد، بلند شد، افتاد، بلند شد، افتاد و شکلش شروع کرد به عوض شدن. بعد دیگر تالاپی نمی افتاد، تلوپی می افتاد. بعد دیگر تلوپی نمی افتاد، می پرید. بعد دیگر نمی پرید، قل می خورد. نمی دانست به کدام طرف. برایش مهم نبود. قل می خورد، قل می خورد و قل می خورد.